مقامات تاجیکستان اظهارات سازمان عفو بین الملل را رد کردند که میگوید در تاجیکستان سال گذشته وضع حقوق انسان بدتر شده است. گزارش سالانه عفو بین الملل درباره حقوق انسان روز 22 فوریه نشر شد و در آن آمده است که در تاجیکستان سرکوب مخالفان زیاد شده است و بعضی‌ها را برای اندیشه‌های سیاسیشان به زندان انداختند. مردان محمد همکاری ما در دوشنبه درباره گزارش با ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان صحبت کرد و اول درباره به زندان محکوم شدن چند وکیل دفاع در کشور پرسید. مسائلی هستند که آنها مزاجای خود فریب کردند، مسائلی هستند که آنها به ساختکاری دست زدند و دیگر جنایت‌های مشخص است. اما امروز ما یاد ندارم که همین تشکیلات کسی را تعریف کرده باشد. فقط البته فکرهای انتقادی دارد در بسیار موردها که مثلا خیلی که میگیم با مقصدهای خودشون اینا رو استفاده میبرند، اما خیلی که ما میبینیم در سالهای آخر بسیار آزادی‌های بیان از جمله دیگر مسائل این محاکمه‌های همه‌جانبه مسائل هم سیاسی هم دیگر مسائل حیاتی که امروز تاجیکستان ما دارد شده است، نه تنها در داخل تاجیکستان بیرون از مرز تاجیکستان مسائل صورت گرفته است و ما مخصوصا که تشکیلات هستیم که در این مسائل بسیار کار میکنیم، بعضی عموما تحلیل‌ها میگذرانیم، دیده ایستادیم که سال به سال عموما وضع حقوق انسان و فعالناکی خود شهروندان ما در مسائل حفظ حقوق خودشون خیلی زیاد شده است. و سوال دیگری همکاری ما درباره به زندان محکوم شدن اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی بود. اون شخصانی که به جوابگری جنایت کشیدند، البته آنها برای جنایت‌های مخصوصی که آنها صادر کردند 40 نفر آدم از حیات محروم شدند. البته این جنایت‌های بسیار وزنینند و شخصانی که اینا رو دستگیری کردن، شخصانی که آنها اشتراکچی بودن از جمله عموما ریاستی عالی حزب نهضت اسلام که در این کار دست داشتن، این چیزا اثبات شدن در سود. من همه اون دلایلی که بودن اونها رو اثبات کردن و البته اون بعضی حادثه‌ای که مثلا بعضی جوانان ممکن باشد، این حادثه‌ای هستند که این حادثه‌ای خودی همون بعضی جوانان ممکن باشد، این یگان سیاست به هم دخل نداره، این یگان چیزی متشکلانه هم نیست و البته بسیار شخصانی که از بیرون این چیزها رو به طور خود تفسیر میتن، خصوصا در شهر ورشو و در دیگر جا، البته اونها مقصدهای سیاسی غرضناک خود داره، این همه میدونند. و ظریف علیزاده همچنین درباره وضع آزادی سخن در تاجیکستان پرسیدیم که سالهای اخیر بدتر شده است. من فکر نمیکنم که بدتر شده است، خیلی خوب شده. البته بعضی مسائل اقتصادی هستند، مسائل مالیوی هستند، چند تا واسطه اخبار عمومی مستقل که بودن بعضی آنها از کار موندن، این تنها سببای مالیوی اقتصادی دارد. مصاحبه کامل با ظریف علیزاده و خلاصه گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در وبسایت azadi.org هست.